سلام بچه ها، اینم از شمعایی که گفتیم درست میکنیم. بابجیم درست کردیم. یه مقدار زیر شمی، زیر لیوانی، هر چی که میتونین درست کردیم. شمع هم ببینید چقدر خوشگلن. سفارش ها تموم شد، از 50 تا هم بیشتر شد. یه مقدار گذاشتم برای خودم و این که اون شمعایی که گفتم، زیر سیگاریایی که بهتون گفتم خیلی ترند شده، ساختیم. گذاشتم اینجا رنگ بشه. ببینید گذاشتم اینجا با یه اسپری قشنگ. اول پشتش رو رنگ کردم، بعد برگردوندم خودش رو رنگ کردم. خب بعد حالا شاید بپرسین بگین خب درست کردی که چی، حالا مثلا داری نشون میدی. نه، آموزشش رو میذارم براتون، ولی اصل مطلب چیه؟ این که مواد درست میشه، میره داخل این قالب، بعد از توی قالب خارجش میکنیم و این در میاد خامش. وقتی که خامش در اومد، اون موقع است که چیکار میکنیم؟ میایم با یه اسپره رو خوب هم میزنیم. حتما یه چیزی پهن کنین برای کار زیر کارتون که با اسپره رنگ میکنیم. برای زیر سیگاری با کار دیگه فرق میکنه. یعنی اصلا ما نمیتونیم بیایم از رنگ اکریلیک استفاده کنیم. اگه قرار باشه از رنگ اکریلیک استفاده کنیم، بعد که سیگار توش خاموش بشه، تزیینی نباشه، قطعا میسوزه ته زیر سیگاری و خیلی زشت میشه. برای همون از این رنگ. الان سفارش های ما مشکی بوده، من مشکی زدم اینو با اسپرم رنگ کردم که این رنگم حالا باز برای کار دیگه به درد میخوره. با این قالبای خوشگلم که اینجا هست، شمع رو به روش مارگاریتا آب کردم، رنگ ریختم. اینو خیلی چیزای خوبی قشنگ میتونید استفاده کنید. بعد اینم یه چیز دستسازی که درست کردم، پارافینی میریزم توش و میریزم این داخل. حالا بعد براتون میذارم یه دونه، با اینا هم یه دونه سوراخ براش ایجاد میکنم و میذارم تا خوشه. بعد حالت ما میرسه به اون مدل شمعایی که الان رو میز براتون گذاشتم. دیگه میخوام هیچی رو سانسور نکنم دیگه. بریم تبدیل میشه به چی؟ به این شمع. ببینید سوراخاش هم آماده است. حالا توی یه ویدئوی دیگه یا چی من میام حتما نخ کردن اینا رو هست. البته فکر میکنم این سینی خوشگل و خوش نقشم در آوردیم. این بدون نقششه، ساده، مشتری خواسته. پنکه خیلی خوبه. این پنکه رو حتما داشته باشین، مخصوصا موقعی که رنگ انجام میدین، به خاطر اینکه وقتی که این پنکه یا هواساز یا تو هوای آزاد باشین، ماسکم نداشته باشین که سعی کنید بزنید، یا عینک محافظ نداشته باشین، سعی کنید پنکه باشه که هوای بوی رنگ رو بده یه سمت دیگه که یه وقت خدایی نکرده ریه هاتون ایراد پیدا نکنه. ببینین این تدی ها چقدر گوگولی هم، خدا خیلی نازنین شمعای تدی، خیلی نازن. نخواشم انجام بشه امروز است دیگه، برسه سفارش ها دست مشتری. این که میگم بیس خام میشه، نه یه همچی چیزی در میاد، از تو قالب در میاد. بعد یعنی زیزا ایراد داره. سنباته و اینا انجام میدم و میذارمش خیلی قشنگ. بعد از سنباته برای رنگ چجوری سنباته میشه اونم تو پیجم بهتون میگم، اینم بهتون میگم. ولی در حال حاضر اون چیزی که خیلی طرفدار داره توی کارهای ما همین شمعای تدی، گلای بابونه قشنگ. یه سری جاسویچی هم هست، این اصلا قشنگ نشد. حالا من یه دونه خوبش رو بهتون نشون میدم، الان ندارم دم دست. خب این ویدیو رو گفتم بگیرم که اگه سفارش ها رفت دیگه ما این قاب رو داشته باشیم. و اینا هم باید رنگ شه. اینا هم الان در مرحله خامن، کاملا الان بیس خامه، باید رنگ بشن.
این کارم اگه روشون سوراخ بذارین به عنوان جاودی میتونین ازشون استفاده کنین. خب میبینمتون تو ویدئوی بعدی. لایک کنین، سابسکرایب کنین، لایک کنین تا من بتونم با اشتیاق ادامه بدم. دوستتون دارم. یه عالمه. فعلا بای 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 بای.